قلبی که خدا با شما داده است نگرید. در یک دقیقه 72 بار می تپد. 100,000 بار در یک شبانه روز. 3,600,000 بار در یک سال. آن 2,000 گالن خون را با واسطه 60,000 میل رگهای خونگذر انتقال می دهد. کی فرمان می دهد این دل را که به یگان نیروی حرکت می کند، به یگان بطری و یا قوه برقیه؟ الله یگانه، الله بزرگ. دانشمندان و طبیبان ساحه قلب می گویند که دل و اندازه قوی است که می تواند ماشین بارکشی را که با سرعت 20 میل در یک ساعت حرکت می کند بکشاند. کی می تواند بعد از این سازنده و آفریدگار آن باشد؟ الله یگانه، الله بزرگ، آفریدگار و سازنده آن است. شما بار به آفرینش مغز سری خود نگرید. آن به اندازه قوی است که دانشمندان ساحه طب می گویند 70,000 میل رگهای خونگذر دارد. آیا می توانید تصور کنید که در معاینه سر شما 70,000 میل رگهای خونگذر است که این معاینه را که هزارها هزار گیگابایت و هزارها هزار میگابایت و تیرابایت معلومات را در خود نگه می دارد. الله یگانه، الله بزرگ.